الان توراییم داریم میریم جنوب آلمان. هوا هم از اونجایی که میبینین بسیار بسیار عالی، یعنی ضد حال میزنه به ما خدا، ولی جنوب آلمان هوا خوبه. امروز و فردا و پس فردا هوا عالیه. بالاخره بعد از 7 ساعت رسیدیم. هوا هم خوبه برعکس صبح که خیلی هوا بد بود. هوا خوبه. من اینجا خشک شدم دیگه. خانم راننده آشپزخونه‌شه خیلی وسیع بزرگ. فریج لذیذ. چیزی هست؟ فقط توش چیزه کره؟ نه بابا کافه زانه، شیر کافه. قرار من کیمیایی تخت امشب کارت دارم. خیلی اوضاع خیته. آره چه اسمه؟ اوی گربه داشت دیدی؟ This is our holiday. یعنی اگه فردا بخواد اونجوری هوا باشه من خودم رو میکشم. چقدر بند خستم گرفت. واقعا نمیدونم پیش خودم چی فکر کردم تو این هوا میخوام ویدیو بگیرم. Good morning beautiful people. این از تاپمو از شین گرفتم. کفشمو از آمازون گرفتم. So fucking obsessed. نمیدونم حالا اینجوری باشه پاچه‌هاشو اینجوری بزنم بالا یا اینجوری باشه. داریم میریم سمت لوکیشن الان. چه عجب تازه از خواب بیدار شدی؟ خیلی معلومه. معلوم شد؟ خیلی 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 هیجان دارم. دیروز به خاطر هوا من مریض شدم، بارانم مریض شده و واقعا اصلا حس و حال خوبی ندارم، ولی همش به این فکر میکنم که this is my first music video بعد خوب باشه. دارم انرژیامو سیو میکنم که بتونم به خوبی انجام بدم کارمو. اینم از آرایشم. زیر چشام پف کرده اینجا هم گونم ولی آرایشم it turned out very nice great. نه خوب شده؟ آره عالیه. نه خوبه. خوبه؟ گنگ یا خوبه. یه صحنه‌ای داریم که از روبرو هم موتور میگیریم، یه صحنه‌ای که من ثابتم موتور حرکت میکنه میره، خب بعد یه صحنه‌ای که موتور حرکت میکنه ما با ماشین میریم پشت سرش، من ماشین در میام ویدیو میگیرم. یه صحنه دیگه هم داریم که موتور داره از روبرو میاد، خب من میشینم تو صندوق عقب ویدیو میگیرم ولی موتور باید دیگه آروم بیاد که چیز کنیم. بعد تو هم چی؟ تو اینجوری رو موتور فکر کنم بشه دیگه، درسته؟ تو همونطور که آریان میرونه تو وامیسی رو موتور، دستو میذاری رو شونه آریان، بعد مثلا اینجوری میخونه. همینجور که آریان حرکت میکنه تو خودتو میزنی زمین، خب دستت میشکنه. من اون صحنه اسلو شوخی. موتورمون از کار افتاد دیگه، همین بچه‌ها موتورمون از کار افتاد و کلا ما یک شانس عجیبی داریم. میدونی بچه‌ها میگیری یه صحنه‌ای رو بدون خوندن میگیریم، خب بعد با خوندن هم میگیریم. با خوندن احتمالاً یکی دو تا بگیریم، خب ولی بیشترش بدون. یعنی نمایشی میگیریم.
خب دوستان اومدیم اینجا دنبال یه آتو لوکس بگردیم واسه سکانس بعدی. پس همراه باشید با ما. شاید هم پیدا نکنیم. Hello, welcome to behind the scene. بالاخره تموم شد. جنگولک بازی همونه در آوردیم. الان داریم میریم دنبال ماشین. ببین من دیروز گفتم اگر مثل دیروز باشه امروز خودکشی میکنم. پس بیشتر بخون تا بیشتر بدونی، تا بیشتر بدونی که هیچی نمیدونی. پروژه داشت برای عرض خدمات بود. بعد هوا خیلی خوب بود. فرداش یه بادی میومد که ما میگفتیم خدا رو شکر امروز دیروز نیست. وگرنه عروس قشنگ اون باد بود. دقیقاً. رفتیم هوا اینجوری ابری شد و گفتیم خب ابری دیگه یه دفعه تگرگ زد. کی من درونم تا کردم تا هوا رفت و اون خال آسمون یه دفعه پس من خیلی خوشحالم. درونه موقع بردمش پایین کل پراش یخ زده. خود هستش. الان ساعت 5:30 ماشین پیدا نکردیم. هر جا میریم ماشینا رو همه رزرو کردن. الان بریم ببینیم میتونیم یه ماشین پیدا کنیم واسه فردا. یعنی ببین یه داستان شده اصلا کلا. امروز روز دوم شوتینگه. داریم میریم سر ست. اینم که منه. البته کفشامو عوض میکنم. موامو باید باز کنم. خب بچه های عزیز اینم از خودشم من و شما. این پاره شده. کتم چیز نشه کثیف نشه. alles gut اسفرش اونجا. ولی فکر کنم الان مال حامی رو کجا میخوای بذاری؟ من حامی رو میاریم روش. دوست دخترش هم نمیده. احتمال زیاد میاد دیگه. خب بچه های عزیز داریم میریم سر ست. خیلی اکسایتدم. اینا یکم خودشون رو میخوام معرفی کنن. Das ist Diana. Hast du das Diana 25 سالشه. Willst du was sagen? Für die persische Zuschauer? What's up? What's up? What's up? Willst du dich vorstellen? Hi, mein Name ist Tassat und ich bin 23. Süß. Das glaubt man. Wer bist du denn? Ich bin die Vivian. Das 23. Ist die sexy Vivian. Period. طولانی بود ولی هنوز کلی مونده. کار داریم. خانواده نشسته اینجا. دخترها آماده شدن. آوتفیتاشون ردیه. منم لباسمو پوشیدم. لباس منه. بریم واسه یه صحنه گنگ بعدی. یه من. Here he is. زنگو اگه دوست داری ارژنگو توی غذاها چطور دوست داری خرچنگو. من فقط 5 دقیقه دیگه بهتون وقت میدم آماده شید. من نمیتونم.
مدلات چی شد؟ تنها گذاشتن تو رو؟ آخه